سلام به همه هموطنان عزیزی که در سراسر دنیا ما رو میبینن و تعقیب میکنن، چه از طریق تصویر مستقیم پخش اینترنتی و چه از طریق تلویزیون ایتو در امریکا و کانادا. اولین میزگرد انجمن پژوهشگران ایران در سال 2008 رو انجمن پژوهشگران اختصاص داده به دشواری‌های پیچیده فرهنگی اجتماعی جامعه ایران، به این معنا که ما در 30 سال گذشته دچار یک سری مشکلات عدیده‌ای بودیم که اگرچه اینها ریشه میتونه در قبل از 30 سال هم داشته باشه، ولی در این سالها رو به ازدیاد رفته. این مشکلات از طریق این میزگردها امیدواریم بتونه ریشه یابی بشه که اولینش در پاریس شروع شده که امروز در خدمتتون هستیم و سپس 8 میزگرد دیگه در سراسر دنیا در کشورهای اروپایی، انگلستان، آلمان، سوئد، سوئیس و در امریکا در 2 نقطه شرق و غرب امریکا و سپس کانادا خواهد. مسئله اساسی که ما در این میزگردها دنبال میکنیم به طور مشخص اینه که ما دچار چه مشکلاتی شدیم در طول این سالهای گذشته، چه مشکلات فرهنگی اجتماعی که این همه بی‌اعتمادی تو جامعه‌مون رسوخ کرده، چه مشکلاتی رو داریم که این بی‌تفاوتی‌ها یک ریشه‌ای پیدا کرده که چه فردی و چه اجتماعی مشکلات عجیبی رو برای جامعه به وجود آورده. نتایج اینها شاید این باشه که ما دچار یک سری افسردگی‌ها، ناامیدی‌ها و عدم اتکا به نفس در جامعهمون هستیم. علی‌رغم اینکه تلاش‌های بسیار گسترده‌ای هم در داخل کشور هم در خارج کشور، فارغ از اینی که چه ایدئولوژی حاکم بوده، چه نکته‌های جهتدار حزبی چپ و راست بوده، ولی ما علی‌رغم این تلاش‌ها دچار این مشکلات شدیم و شاید که مرحله به مرحله این مشکلات افزایش پیدا کرده. پیش‌فرضی رو که ما در این زمینه مطرح کردیم این بوده که اگر در 100 سال پیش که جمعیت ایران برابر با 8,300,000 نفر بوده، بیشتر از 95% اینها بی‌سواد بودند، بیشتر از 90% چادرنشین و روستانشین بودند، ما تونستیم که 5 تا ملکم خان آخوندزاده داشته باشیم که اینها بتونن آینده جامعه رو نگاه بکنن و یک خط فکرهایی رو مطرح بکنن. سوال بر اینه که امروز در جامعه ایران در داخل و خارج از ایران ما حدود 75-6 میلیون نفر جمعیت داریم. بر اساس آمارهای رسمی حدود 90% باسوادی داریم. باز بر اساس آمارهایی که جمهوری اسلامی ارائه میکنه 73-4% شهرنشین داریم و این خیلی عظیم کارشناسی و تخصصی در داخل و خاصه در خارج از ایران. سوال اصلی ما بر این خواهد بود: آیا ما توی این دوره نمیتونیم ادعای این رو داشته باشیم که باز هم 5 تا ملکم خان و آخوندزاده داریم؟ بلافاصله پاسخمون اینه که حتما داریم، ولی احتمال بسیار دسترسی ما به اونها و یک سری مسائلی که اونها برای حضور در جوامع ایرانی دارند شاید که این مسائل رو ایجاد کرده که این فاصله ها بیفته و یا به نوعی دیگری مسائل سیاسی 3 دهه گذشته ایران باعث بشه که بسیاری از ایرانی ها از جامعه خودشون به نوعی کنار بکشن و ما شاهد این هستیم که از این حدود 4-5 میلیون نفری که در آمارهای غیر رسمی اعلام میشه ایرانی ها در خارج از ایران هستند، با وجودی که بسیاری نمونه های زیادی تخصص های خیلی بالا، کارشناس های بسیار مجرب داریم، ولی به هر حال دسترسی بهشون زیاد نبوده. کما این که شاهد این هستیم در طول این سالها رادیو تلویزیون ها فقط افراد مشخص و معدودی رو جذب میکنن که همیشه این افراد حضور دارن و معرفی میشن، در حالی که جز اینه و ما این ثروت بزرگ نیروی انسانی رو در جامعهمون دارا هستیم. هدف ما بر اینه که بتونیم
به این نمونه آدم‌ها دسترسی پیدا بکنیم برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی برای امروز و فردای ایران بکنن. بدون هیچ گونه تردیدی اگر که ما به گذشته خودمون برگردیم، گذشته باستانی، کهنسال، مملو و از تمدن درخشان، ولی هیچ کدوم اینها مسئله امروز و فردای ما رو حل نمی‌کنه. ما باید با کمک این صاحب نظران یک آینده‌ای رو و خاصه امروزی رو برای جامعهمون ترسیم بکنیم و آغازگرش رو امروز گذاشتیم با حضور کارشناسان برجسته‌ای که در اینجا حضور دارند. اسامی همه افراد نوشته شده است. امیدوارم دوربین ها بتونن بگیرن. به ترتیب از اون سمت راست من آقای دکتر جمشید اسدی، آقای دکتر ایرج صبحانی، آقای دکتر فرهاد عاملی، آقای دکتر حسین فرهمند، خانم دکتر بارعی، آقای دکتر پویانفر و آقای دکتر پیوندی. آقای دکتر آموزگار هم به دلیل اینکه در بیمارستان بودن نتونستن حضور پیدا بکنن. به هر حال همونطور که عرض کردم ما به دنبال این هستیم، در جستجوی این هستیم که یا کسانی خودشون رو معرفی بکنن یا کسانی دیگری آدرس های بیشتری رو در اختیار ما بگذارن، ایرانیان علاقمندی به امروز و فردای ایران که بتونیم آغازگر یک نگاه دقیق‌تر و ریشه‌یاب به مسائل امروز و فردامون داشته باشیم. اگرچه در همین میزه گردی که الان در حضورتون هستیم ممکنه که افرادی حضور داشته باشن و دیدگاه‌های متفاوت رو ارائه بکنن و این بحثی رو که ما در رابطه با افسردگی و ناامیدی و عدم اعتماد و عدم اتکا به نفس مطرح می‌کنیم رو نپذیرند. به هر معنا همین که این افکار تلاقی با هم میکنه، این افکار پیش هم مینشینه و به امروز و فردای ایران فکر میکنه، یک دنیا ارزش برای ما، برای جامعه ما خواهد بود و امیدواریم آغازگر خوبی باشه.